امیر و نرگس هر روز تو کوچه خیابونا میخوندن و آهنگ میزدن. امیر گیتار میزد و نرگس با صدای قشنگش دل همه تماشاچی‌ها رو میبرد. نرگس آرزو داشت یه روزی خواننده معروف بشه. نرگس به امیر مثل یک دوست نگاه میکرد، ولی امیر یک دل نه 100 دل عاشق نرگس بود. تو یه روز طوفانی امیر تصمیم میگیره دلشو بزنه به دریا و همه چی رو به نرگس بگه. میره سر قرار تو رستوران همیشگیشون، منتظر نرگس میمونه. نرگس تا میاد قبل از اینکه امیر چیزی بگه میگه امروز از آلمان زنگ زدن، گفتن ما یه خواننده میخوایم، صدای تو رو شنیدیم، عالی بود. امشب واسه بلیطو میگیریم که اگه شد بیای آلمان و یه کنسرت بذاری. امیر با سردی اون لحظه میگه اوه چه عالی. میدونست قرار نیستی که نرگس رو ببینه. اون شب آخرین آهنگشون رو با هم میزنن. نرگس میره. امیر اون شب تو اخبار میبینه یه هواپیما سقوط